خب امروز میخوایم با هم داستان یه غول ادبی رو ورق بزنیم. کسی که شاید تا حالا اسمش رو نشنیده باشید، اما قول میدم داستان سرکشی و نبوغش هیچ وقت از یادتون نره. کتابی که استخوان آدم رو میلرزونه. فکر کنین این توصیفیه که یکی از بزرگترین منتقدای دنیا برای معروفترین رمانش یعنی در به کار برده. یه کتابی که میگن نگاه خیلی‌ها رو به زندگی خودشون برای همیشه عوض کرده. خب سوال اینجاست که این زن، این نویسنده پشت این شاهکار واقعاً کی بوده؟ برای اینکه قدرت کلماتش رو بفهمیم، باید برگردیم به اول داستان، به زمانی که مثل یه ستاره درخشان می‌درخشید، درست قبل از اینکه مجبورش کنم به تاریکی بره. خب بریم سراغ بخش اول. تولد یک ستاره. ماگدا سابو سال 1917 توی شهر دبرسن مجارستان به دنیا میاد. از همون اول مشخص بود که با بقیه فرق داره. یه ذهن فوق‌العاده درخشان توی یه زمانه خیلی پرآشوب و توی یه خانواده خیلی روشنفکر. ببینید اون توی یه خانواده قدیمی پروتستان و حسابی فرهنگی بزرگ شد. فکرشو بکنید پدرش باهاش به لاتین و آلمانی و انگلیسی حرف میزد. یعنی از همون بچگی دنیای ماگدا دنیای کتاب و ادبیات کلاسیک بود و همین هم شد سنگ بنای اون مسیر شگفت‌انگیزی که اول به عنوان یه شاعر و بعد به عنوان یه رمان نویس بزرگ طی کرد. استعدادش اصلاً جای شک نداشت. انقدر خوب بود که سال 1949 یکی از معتبرترین جایزه‌های ادبی ماجارستان یعنی جایزه بامگارتن رو برد. دیگه همه فکر می‌کردن خب این مسیرش مشخصه، داره تبدیل میشه به یه شاعر ملی بزرگ و تحسین شده. اما سرنوشت یه خواب دیگه‌ای براش دیده بود. دقیقاً تو همون سالی که به اوج شهرت رسید، همه چیز زیر و رو شد. چرا؟ چون رژیم جدید کمونیستی تو مجارستان قدرت رو به دست گرفت و زندگی ماگدا برای همیشه تغییر کرد. ببینید، برای اینکه بفهمیم چه اتفاقی برای سابو افتاد، باید یه نگاه به وضعیت ماجرستان بندازیم. کشورش داشت یه دوران فوق‌العاده آشفته رو می‌گذروند. از اشغال توسط آلمان و شوروی بگیر تا قدرت گرفتن کمونیستا. این پس زمینه تاریخی در واقع کلید فهمیدن کل داستان زندگی سابوئه. باورتون میشه فقط چند ساعت بعد از اینکه جایزش رو بهش دادن، همون جایزه رو ازش پس گرفتن. بهش گفتن تو دشمن حزبی. چرا؟ چون تحصیلات کلاسیک داشت و شعرهاشون چیزی نبود که رژیم میخواست. به همین سادگی بهش برچسب عنصر بیگانه طبقاتی زدن. یعنی کسی که طرز فکرش به درد ایدئولوژی کمونیستی نمیخوره. و این تازه شروع ماجرا بود. سامورا رو از کارش اخراج کردن، هم خودش و هم شوهرش که اون هم نویسنده بود برای نزدیک به 10 سال کامل حق چاپ کردن حتی یک کلمه رو هم نداشتن. و اینجوری بود که یکی از نابغه‌های ادبی کشور، صدایی که باید شنیده میشد به اجبار خاموش شد. برای اینکه بتونه یه لقمه نون در بیاره، مجبور شد بره توی مدرسه ابتدایی درس بده. عملاً به حاشیه جامعه تبعیدش کردن. اما خب، شما نمیتونید یه همچین صدایی رو برای همیشه خفه کنید. یه صدای قدرتمند بالاخره راهش رو پیدا میکنه. و جالبه بدونید، تو تمام اون سالهای سکوت اجباری، سابو داشت از درون متحول میشد. بعد از انقلاب 1956 اوضاع یکم بهتر شد، فضا یکم بازتر شد و بالاخره به سابو اجازه دادن دوباره کتاب چاپ کنه. این دقیقاً همون لحظه‌ای بود که منتظرش بود و با تمام وجود ازش استفاده کرد. اما این بار نه به عنوان یه شاعر، بلکه با یه سلاح جدید و خیلی قوی‌تر، رمان. و چه بازگشتی! اولین رمانش، فرسکو، مثل بمب صدا کرد. یه موفقیت آنی و فوق‌العاده. انگار می‌خواست به همه ثابت کنه که اون 10 سال سکوت نه تنها ضعیفش نکرده، بلکه قلمش رو تیزتر و نگاهش رو عمیق‌تر کرده. و اینجا نقطه کلیدی کارهاش. اون شروع کرد به نوشتن درباره اینکه چطور اتفاقای بزرگ تاریخی مثل جنگ و سیاست میریزه توی زندگی‌های شخصی ما، توی خونه‌هامون و روابطمون رو از هم میپاشه. و شاید برای همینه که شخصیت‌های زن داستان‌هاش اینقدر پیچیده و پرشور و گاهی حتی ترسناک هستن. زن‌هایی که توی دنیای مردونه و خفقان‌آور فقط برای زنده موندن می‌جنگن. نوشته‌هاش اونقدر به دل مردم نشست که خیلی زود شد یکی از محبوب‌ترین نویسنده‌های کل ماجرستان. کتاب‌هاش مثل رمان ابیگیل دیگه فقط یه داستان نبودن.
تبدیل شدن به بخشی از فرهنگ مردم کشورش. و همه اینها، تمام این تجربه ها و این مسیر پرفراز و نشیب در نهایت به خلق بزرگترین شاهکارش منجر شد. کتابی به اسم در. همون اثری که بالاخره اسم ماگدا سابو رو نه فقط تو مجارستان که تو کل دنیا سر زبون ها انداخت. در یه رمان تکان دهنده است. یه داستان فراموش نشدنی درباره رابطه عجیب و پیچیده بین دو تا زن که از زمین تا آسمون با هم فرق دارن. یه نویسنده و خدمتکار مرموزش. وقتی این کتاب به انگلیسی ترجمه شد، یه اتفاق فوق‌العاده افتاد. قدرتی که توی کلماتش بود، اون احساسات خام و بی‌پرده، همه منتقدای بین‌المللی رو شگفت زده کرد. خیلی از خواننده‌ها میگفتن این کتاب زندگیشون رو تغییر داده. جالب اینجاست که دهه‌ها بعد از اینکه کتاب نوشته شده بود، وقتی بالاخره تو آمریکا منتشر شد، نیویورک تایمز اون رو به عنوان یکی از 10 کتاب برتر سال انتخاب کرد. همین اتفاق کافی بود تا جایگاهش به عنوان یک غول ادبیات جهان برای همیشه تثبیت بشه. و اینجوری بود که اون سفر باور نکردنی کامل شد. از یه نویسنده ممنوع القلم به یک گنجینه ملی برای کشورش. و در نهایت به یه نماد جهانی، نماد مقاومت و استقامت. اگه بخوایم از میراثش حرف بزنیم، فقط کافیه به اعداد نگاه کنیم. آثارش به بیشتر از 30 زبان زنده دنیا ترجمه شده و تو 42 کشور منتشر شده. این یعنی ماگدا سابو پرترجمه ترین نویسنده تاریخ مجارستانه. فوق‌العاده نیست؟ و پایان داستان زندگیش هم درست مثل یه شعر بود. در 19 نوامبر 2007 وقتی 90 سالش بود درگذشت. جسدش رو روی صندلی راحتیش پیدا کردن در حالی که یک کتاب باز توی دستش بود. انگار همون جوری که زندگی کرده بود از دنیا رفت، غرق در دنیای کلمات و داستانها. داستان زندگی ماگدا سابو یه چیز خیلی مهم رو به ما نشون میده. اینکه یه صدای واقعی، یه صدای قدرتمند شاید برای مدتی سرکوب بشه. شاید مجبور به سکوت بشه. اما در نهایت بالاخره راه خودش رو پیدا میکنه و تو تمام دنیا شنیده میشه. و در نهایت زندگی و نوشته‌های سابو یه سوال مهم رو جلوی ما میذاره. یه سوال که از خودمون بپرسیم. اگه زندگی هر کدوم از ما یه داستان بود، اون داستان قرار بود چی در مورد دورانی که توش زندگی میکنیم بگه؟ چون در آخر داستان‌های شخصی ما همون آینه تاریخی هستند که توش نفس میکشیم.